زمانه سعدی با زمان حافظ فرق کرده دیگه. هر کدوم باسطاب آیین زمانه‌شون بودن و در شعر سعدی به گونه‌ای و در شعر حافظ به گونه دیگر. ما اگر از قبل از انقلاب من بارها این شعر دیدم و هیچ وقتم نخوندم. بود آیا که در مکده ها بگشایند، گره از کار فربس ها بگشایند. اما بعد از انقلاب یک سال بعدش 6 ماه بعدش دیدیم که حالا وقتی این شعر خوندن. بیداده که من خوندم، خب این بیداد زمانه ایجاب میکرد که من بیداد بکنم. این اعتراض من به اون زمانه بود که شاید قبل از انقلاب اونقدری ایجاب نمیکرد که ما این شعر بخونیم. و خیلی از شعر حافظ همینطور شعرهایی است که مطابق با حال و هوای زمانه بیان کرده که زمانه ما الان خیلی به زمانه حافظ از جهاتی نزدیکه. حالا شدت ضعف چقدر باشه اون چیز دیگه است.